خب سلام دوباره. این ویدیو ادامه ویدیو قبلی، اگه قبلی رو ندیدید حتما ببینید چون این سریال وار ادامه همون قبلی است. توی ویدیو قبلی در مورد این گفتیم که چه اتفاقای عجیب و بد و کلاهبرداری مختلفی برامون پیش اومد توی استانبول یا شنیدیم که از اطرافیان براشون پیش اومده. حالا میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چه اتفاقی خوبی برامون افتاد توی استانبول با تمام اون سختی‌ها و مشکلات و شوک‌های زیادی که به اون وارد شد، چه چیزای خوبی هم در کنار اون بدی‌ها بوده. بله، آخر سرم بهتون میگیم که نظر خودمون چیه، که آیا اینجا زندگی کردن میارزه، برای چه کسایی مناسبه، در کل یه توضیحات میدیم برای چه کسایی مناسبه، برای چه کسایی مناسب نیست، و در آخر هم بهتون میگیم که خودمون آیا در نهایت مثبت بود نظرمون یا منفی. اول از همه بگم که من کلا استانبول رو خیلی دوست داشتم از قبل، یعنی این شهر رو دوست داشتم به عنوان یک جایی که برای سفر خوبه و یه جمله هم هست که میگن استانبول واقعا خاکش گیراه و من اینو به شخص خودم حس کردم و اطرافیانم هم هر کسی اومده اینجا پاشو گذاشته اینجا نتونسته بره، یعنی دلش میمونه با اینجا، انقدر که خاک گرمی داره. نمیدونم حالا دلیلش چی، آب و هواشه، مردمشه، فرهنگشه که شبیه فرهنگ ماه، هر چیزی که هست به نظر من باعث میشه که دلت اینجا میمونه دیگه، یعنی خوش میگذره بهت کلا استانبول. اتفاقای خوبی که تو استانبول برای آدم میفته نسبت به ایران، به نظر من نکته اولی که توی این شهر وجود داره، حالا ما خودمون بچه گیلان و رشت هستیم و آب و هوای خودمون تو بیشتر سال بسیار آب و هوای خوبیه، غیر از حالا تابستون که خیلی شرجیه. آب و هوای خیلی خوبیه که استانبول داره، یعنی در تابستان ها حالا یه 2-3 سال تابستون یه مقدار گرم میشه و بالای 30 درجه میره، ولی مثلا اکثر اوقات تابستون نهایتا همین 30-31 درجه است و شرجیش هم حدود 40-50% که اونقدر واقعا اذیت نمیکنه. تو زمستون هم دما به زور به صفر میرسه، خیلی وقتا به صفر هم نمیرسه و در کل یک هوای مطبوعی ما داریم. تو استانبول و نسبتا هم هوا پاکه، یعنی به غیر از یک روزایی از سال، حالا نسبت به تهران که خیلی هوا سالم‌تره، ولی نسبت به کلیت ایران رو بخوایم مقایسه کنیم هواش تمیزه. به حال اینجا هم پر از کارخونه و ماشین‌های دیزل و اینا هم هست، اینها باعث آلودگی هوا میشه، ولی به نسبت خوب خیلی از هوای ایران تمیزتره. یه چیزی من بگم، یه چیز خوبی که هوای استانبول داره من دوست دارم اینه که رشت ما همینجوری بودیم تقریبا. من دوست دارم 4 فصل رو داشته باشم، یعنی بهار باشه، تابستون، پاییز، همه رو حس کنم. اینجا 4 فصل رو حس می‌کنی، زمستون برف رو می‌بینی، تابستون گرما رو داری که بخوای بری ساحل، پاییز قشنگ رو داری با باد و بارون نم بارون و بهارم که خب شکوفا، یعنی اون 4 فصل رو اینجا کاملا حس می‌کنیم، می‌تونی لذتش رو ببری. یه سری از کشورها، یه سری از جاها هست که تو اصلا یه دونه فصل رو اسکیپ می‌کنی، یه دونه فصل رو اصلا نداری، اینش باحال دیگه. بله درسته. بخوام یه نکته دیگه هم بگم راجع به خوبیه اینجا، یه حالت خونگرمی مردم و شب زنده داری، یعنی چون ما خودمون توی شهر خودمون خیلی مثلا ساعت 9 ما از خونه میایم بیرون تو رشت، اینجا هم خیلی این شکلی می‌بینیم، مخصوصا حالا تو فصلی که گرم‌تره، که تا مخصوصا جایی که حالا شلوغ و توریستی تر و اینها تا ساعت شاید 1-2 نصف شب هم شلوغ و خیلی زنده است و مردم در کل مردم ترکیه مردم مهربانی هستن، یعنی مردم خونگرمی هستن، کمک میکنن. حالا اخلاقی بعدشون هم میگم، مثلا شما به عنوان یه مسافر بیاید اینجا خودتون میتونید تجربه کنید، یه آدرس بپرسید تا شما رو به اون مقصد نرسونن ولکن نیستن، یعنی حتما باید مطمئن بشن تو به اون آدرس اون مقصدی که میخوای فهمیدی و مثلا میرسی، سریع میخوان کمک کنن، این چیزاشون خیلی خوبه. بله دیگه بخوام نکته مثبت بگیم، یه سری از فرهنگایی که مردم ترکیه دارن، مثلا فرهنگ احترام به بزرگترها که توی نسل‌های ما در ایران هم بود و نسل ما هم کم و بیش است، ولی اینا به شدت به بزرگترشون احترام میذارن، یعنی طرف اگه یک کم از خودشون بزرگتر باشه، پدر مادرشون که سر جای خودش، اگه طرف یک کم از خودشون بزرگتر باشه خیلی بهش احترام میذارن و سعی میکنن اصلا بهش بیادبی نکنن. حیونا رو خیلی دوست دارم. آره. سگ گربه رو خیلی دوست دارم. خیلی حیونا رو دوست دارم. راجع به تجربه شخصی خودمون تو این ویدیو بگیم، چون راجع به اینجور چیزا ویدیو میذارم بازم براشون، ولی بیشتر اصلا تجربه شخصی رو بگیم.
تجربه شخصی خودمون که از خوبی‌های اینجا. آره خوبی‌های اینجا چه تجربه شخصی داشتیم از خوبی‌های اینجا؟ خب یه خوبی شخصی، حالا یک نکته مثبت شخصی بخوام اگه بگم راجع به اینجا، راه اندازی کسب و کار. راه اندازی کسب و کار برای خود ترکا که هیچی هستن، حالا برای ما که خارجی هستیم بسیار آسونه. یعنی شما بخواید یک شرکت ثبت بکنید به عنوان یک خارجی، اولا اصلا نیاز به داشتن کیملیک یا همون کارت اقامت ترکیه نداره. شما با پاسپورت خودتون میتونید، ما شرکت خودمون رو با پاسپورت اصلا باز کردیم، با پاسپورت خودتون میتونید به راحتی زیر یک هفته یک شرکت ثبت کنید و تموم شد رفت اصلا. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت، به جسارت. یعنی به راحتی براتون شرکت باز میکنن، ازتون حمایت هم میکنن، با هزینه پایین هم اتفاق میفته. این رو میتونم یکی از نکات خیلی مثبتی بدونم که خودم تجربه کردم اینجا. حالا شما اگه نکته‌ای هست؟ مورد دیگه که هستش برای ما خیلی تاثیرگذار بوده اینه که ترکیه خب نزدیک ایرانه و استانبول شهریه که هر روز و میتونم بگم خیلی ساعت‌ها از روز پرواز داره به ایران و اگه شما تصمیم بگیرید یه اتفاقی بیفته، یه چیزی بشه، بخواید برید، نیاز داشته باشید برید ایران، نیاز نیست بمونید مثلا هفته دیگه فلان روز فلان ساعت باید برم، همون روز تصمیم بگیرید و فردایی چمدون تو ببندی و بری. این خیلی خوبه برای خیلی از ایرانی‌ها، یه آپشن خیلی مثبتیه، مخصوصا اونایی که بچه دارن، مثلا بچه‌شون رو میفرستن اینجا دانشگاه یا مثلا به خانواده‌شون وابستگی دارن میخوان برن بیان نزدیک باشن، خیلی خوبه. یه مورد دیگه ای که هستش همین شب زنده‌داری که گفتی، کلا اینجا تفریح به راهه، یعنی هیچ وقت هیچ کمبودی از نظر تفریح حس نمی‌کنی. هر ثانیه از روز تو احساس کنی نیاز داری به یک جای جدید، یک مکان جدید، همیشه یه مکان جدید هست، همیشه یه کافه جدید، یه لوکیشن جدید، هیچ وقت تموم نمیشه این شهر، هیچ وقت تکراری نمیشه. همش انگار اومدی مسافرت، چون همش داری کوچه پس کوچه هایی و مثلا خیابونای جدید رو کشف می‌کنی اگه دلت بخواد. و از اونجا که ترکیه کلا کشور قشنگیه، سفر رفتن هم توش خیلی راحته و خیلی دیدنیه، یعنی هر وقت بخوای میتونی بری یک سمتی با ماشین بری یا پرواز بگیری بری یه سمت جدید، یه قسمت جدیدی از کشور رو ببینی وقتی اینجا زندگی کنیم. این هم جزو چیزایی بوده که خیلی تو زندگی ما حس شده و لذت بردیم. حالا که تا اینجا ویدیو دیدین ممنون میشم که کانال سابسکرایب کنین و دکمه لایک هم بزنین. تا همین چیزی بگو شاید کانال رو سابسکرایب کنید دیگه بابا، سابسکرایب کنید دیگه. که کلا استانبول زندگی کردن، ترکیه زندگی کردن خوش میگذره به آدم، یعنی باید آسون بگیری، اون تیکای سختشو نبینی، اون جایی که دروغ و دغل میشنوی از آدما رو نبینی، اون چیزا رو بذاری کنار. به غیر از اون بخش واقعا اینجا خوبه، یعنی هوای خوب، فضای خوب، مردم مهربون، غذاهای خوشمزه، اینا هست. حالا بخوایم یکم بحث رو جدی‌ترش بکنیم و یکم کلی‌ترش کنیم، ببینیم که اینجا اصلا به درد چه کسایی میخوره و به درد چه کسایی نمیخوره. تو پرانتز چیزی بگم، چون ما توی این 7 سالی که اینجا بودیم تقریبا 6 سال توی کار املاک بودیم و خب توی کار املاک که باشه توی کشور دیگه خیلی آدمای مختلف که می‌بینی که از ایران میان اینجا، یعنی مهاجرهای دیگه رو می‌بینی با فرهنگ‌های مختلف ایرانی، از شهرهای مختلف میان، با سن‌های مختلف میان، به دلایل مختلف میان. مهاجرا رو می‌بینی و براشون کاراشون رو انجام میدی، تجربیات اونا هم خیلی تاثیر میذاره که یه جورایی بدونی که برای کی خوبه، برای کی خوب نیست، کی اومده اینجا نتیجه خوبی گرفته، کی نه اومده و اصلا پشیمون شده برگشته یا رفته جای دیگه. برای همین موضوع فکر میکنم تو این موضوع ما بتونیم نظر خوبی بدیم که برای کی خوبه، برای کی خوب نیست ترکیه اصلا. درسته، موافقم، چون کاری که ما میکنیم کار املاک نیست، فروش ملک نیست. کار اصلی که ما میکنیم، چون مشتری ما میخوان مهاجرت بکنن اکثرا و کار اصلی مهاجرته و به دلیل اینکه میخوان مهاجرت کنن میان در واقع خونه میخرن خیلیاش. بخوام کلی بگم اینجا به درد چه کسایی میخوره. به درد افرادی میخوره که با سرمایه زیاد بخوان مهاجرت بکنن. مثلا اگه بخوام به تومن بگم، یه شخصی میخواد بیاد اینجا به عنوان مثال یه خونه‌ای بخره، حداقل برای گرفتن اقامت خودش، خانواده‌اش حداقل باید $200,000 خونه بخره. از این رقم شروع میکنم. کسی که به عنوان مثال حدود $200,000 داره، حدود $100,000 هم بذاره کنار برای راه اندازی کسب و کار و زندگی، حدود $300,000 پس پول نازل برای اومدن به ترکیه. این برای کسی هست که بخواد خودش و کل خانواده رو بیاره اینجا. کسی که بخواد بیاد اینجا شهروندی بگیره، یعنی اقامت دائم که ما نداریم ترکیه، چیزی داریم اسم شهروندی، پاسپورت مستقیم میره برای پاسپورت. ما پی آر توی ترکیه تقریبا نداریم غیر از موارد خاص.
اون حداقل رقم $400,000، یعنی حداقل با $400,000 ملک بخره. پس برای همین دارم این رقم‌ها رو میگم که مثل خیلی از کشورهای دیگر نمیشه با $20,000 $50,000 یا یورو مهاجرت کرد و اینجا ترکیه اغلب مهاجرپذیر نیست، سرمایه پذیره، یعنی دنبال اینه که سرمایه ها رو جذب بکنه و همین طرح‌هایی میذاره مثل اینکه شهروندی بده با خرید ملک و اینا. برای قشر دوم قشر دانشجو هست، مخصوصا افرادی که بچه‌هایی دارن، بچه دانشجویی دارن که به سن دانشجویی رسیدن، مخصوصا اونایی که دختر دارن، چون دانشگاه اینجا انصافا مخصوصا استانبول از کیفیت خیلی خوبی برخورداره، قیمتاش نسبت به خیلی جاها بهتره و نزدیک ایرانه، یعنی بغل ایرانه، رفت آمد بسیار راحته، هم واسه خود بچه راحته هم واسه پدر مادرش. به همین جهت برای قشر دانشجو هم به نظر من خیلی مناسبه. اینجا دیگه به درد شکستایی میخوره، به درد اونهایی میخوره که بخوان با یک سرمایه بیان و کسب و کار راه بندازن. یعنی مثلا شما شاید $200,000 یا حالا یکم کمتر هم میشه، مثلا با $150,000 تشریف میارید، یک سرمایه‌ای با خودتون میارید و یک مثلا فرانچایز یک برندی رو میگیرید، مثلا حالا هر برندی، حالا منظورم مثلا استارباکس و برگر کینگ و اینا نیست، مثلا یه برند ترکی، برند مثلا دونر فروشی ترک رو میگیرید، مثلا میشه با $100,000 فرانچایزش گرفت، یک کسب و کاری رو انداخت، میشه اقامت کاری روش گرفت. اقامت بسیار معتبر هم هست که بعد از 5 سال تبدیل به شهروندی ترکیه میشه، که به نظر من راه خیلی معقولیه برای کسایی که میخوان با سرمایه کمتر بیان. به درد این اقشار میخوره. برای یه سری هم خوبه که توی دید داشتیم که توی ایران کسب و کاری دارن، درآمدی دارن و میخوان یه کشور دیگه زندگی کنن، خانواده‌شون یه کشور دیگه‌ای باشن که نزدیک به ایران باشن، هر وقت هم بخوام برن بیان به کسب و کارشون برسن و رفت آمد کنن، چون نزدیک ایرانه. برای این آدما هم خیلی خوبه. بله درست، اونا هم بهتره این که مثلا یک شعبه از برند خودشون رو اونجا بیارن اینجا بزنن. حالا با کمک ما یا دوستانی که کار فرانچایز انجام میدن براشون انجام میدن، رو اونا میتونن اقامت کاری بگیرن. بچهای محصل هم خیلی بودن که داشتیم که مثلا بچه‌شون اومده اینجا مدرسه، خیلی از مدرسه اینجا هم راضی‌ان. مدرسه ایرانی هم هست اینجا، یعنی بخواید بچه‌تون به زبان فارسی درس بخونه هم میتونید بفرستین مدرسه ایرانی. مدرسه بین‌المللی هم هست که زبان انگلیسی و فرانسه و اینا هم هستن و خب خیلی راضی‌ان. یعنی ما دیدیم اطرافیان، اونایی که بچه دارن، همونایی که بچه‌هاشون دانشجوان، همونایی که محصلن، یعنی مدرسه میرن، خیلی راضی‌ان از محیط مدرسه، از اون آموزش و همه چی اوکی براشون. آره، به دلیل اینکه حالا اون مسئله سکولاریسم وجود داره توی ترکیه، عملا شما خیلی تأثیری از، حالا درست حزب حاکم در ترکیه یک حزب اسلامگرا هست، اما به دلیل اینکه قانون اساسی این کشور لاییک هست و عملا دین توی مسائل اجتماعی و مسائل زندگی شخصی افراد دخالتی نمیکنه، این مسئله تو مدارس هم هست. یعنی تو مدارس شما نمیبینید که دخالتی توی در واقع مسائل عقیدتی بچه‌ها وجود بده. همین بچه‌ها ایرانی هم راضی ان اکثرا بس. بعد مدرسه هم اینجوریه که خب هم مدرسه دولتی هست هم مدرسه خصوصی، ولی وقتی شما اقامت اینجا رو بگیرید، یعنی اقامت قانونی اینجا رو داشته باشید، میتونید مدرسه دولتی بفرستید که این مدرسه دولتی هم کیفیت خیلی بالایی دارن، هم اینکه قیمتشون خیلی خیلی ارزونه یا مجانی. مدرسه دولتی تقریبا رایگانه. آره، اگه رایگان هم نباشه خیلی مبلغ کمی میدین برای اون هزینه مدرسه و اینم خب مورد خوبیه. خب حالا در مورد این بگیم که برای چه افرادی مناسب نیستش. به نظر ما اومدن اینجا دیدیم که موفق نشدن، برگشتن یا حالا هر چیز دیگه ای. اول اصلا به نظرم برای آدمایی مناسب نیست که میخوان با اجاره خونه بیان اینجا، یعنی اول میخوان اجاره کنن خونه اینجا بمونن و مثلا از این طریق بیان، اصلا دیگه با اجاره خونه اینجا اقامت نمیدن. سالهای پیش اینجوری بودش که خونه اجاره میکردی، رو همون اجاره خونت بهت اقامت میدادن و میتونستی اینجا بمونی. الان اصلا از این طریق نمیتونی بمونی و کلا وقتی پول کم داشته باشی، ترکیه جاییه که تو فکر نکرده، کاری نکرده، پول از دستت میره و برای کوچکترین کارا و کوچکترین حرکات با هزینه کنی. برای همین کسایی که بر اول مهاجرت نمیخوان سرمایه زیادی هزینه کنن، ترکیه براشون به نظر من جای مناسبی نیستش. بله. گروه دوم چی بود؟ گروه دوم کسایی که میخوان بیان اینجا کار کنن. آره. یعنی بخوان کار سیاه انجام بدن یا کار کارگری بکنن. آره، اونایی که میخوان بیان اینجا کار کنن. خیلی از ایرانی‌ها هستن میرن توی کارخونه ها، کارهای بسته‌بندی، کار تکستیل، اینجوری کارا انجام میدن و اینا رو ما اکثرا دیدیم نتونستن دووم بیارن، یا برگشتن یا اینجا به سختی دارن یعنی میمونن و زیاد خوب نیست شرایط. هم خیلی بعد زیاد کار میکشن از خارجی‌ها، هم بیمه نمیکنن، اصلا اقامت کاری نمیدن، اذیتشون میکنن، ساعت کاری طولانیه،
تعطیلی نمیدن، خیلی اذیت میکنن و حقوقش هم خیلی ناچیزه برای زندگی توی ترکیه. اونایی که میان اینجا دنبال اینجور کارا هستن یا میخوان اصلا حتی کار تخصصی پیدا کنن، فکر میکنن که بیان ترکیه میتونن برن کار تخصصی بکنن. نمیگم نمیشه، میشه. ما دوستامون هستن خیلی دارن اینجا کار تخصصی میکنن، خیلی هم موفقن، خیلی هم خوبه، ولی به این راحتی نیست پیدا کردن کار تخصصی و حتما هم زبان ترکی نیاز داره. یعنی به این امید ترکیه رو به نظر من انتخاب نکنید که برم اونجا کار تخصصی پیدا میکنم میرم سر کار و اینجور داستانه. اول با پول داشته باشی، با پول خوب بیای اینجا ترکی یاد بگیری و بعد یا کار خودت رو راه بندازی و یا با صبر و شکیبایی و تلاش زیاد بتونی کار تخصصی شاید پیدا کنی. دقیقاً درست گفتن. نکته خیلی خوبی گفتن که اونایی که تشریف میارن اینو بدونن که با انگلیسی کارتون اینجا اصلا راه نمیفته. ترکا انگلیسیشون بسیار ضعیفه و حتما باید زبان ترکی رو یاد بگیرید، مخصوصا اگه بخواید در اینجا زندگی طولانی مدت داشته باشید و بخواید کار کنید. حالا به غیر از بعضی از کارها در حوزه آیتی و توریسم و اینا، توی بقیه موارد باید شما زبان ترکیتون کامل باشه. زبان ترکی هم کلا یاد گرفتنش خیلی کار سختی نیست برای ما ایرانی‌ها، مخصوصا حالا خیلی از عزیزان که خودشون توی ایران ترک هستن واسه اونا خیلی راحت‌تره. ولی این نکته بود که خواستم بگم، ترکی حتما باید یاد گرفت. و اینکه ایرانی‌ها هم یه چیزی هستش که ما داریم، ترکیه که میایم مثلا انتظاری نداریم که بریم توی استارباکس کار کنیم، بریم توی مکدونالد کار کنیم. یعنی شاید بریم یک کشور دیگه، ایرانی‌ها برن یک کشور دیگه، براش اوکی باشه که برن کار جنرال اینجوری انجام بدن، ولی ترکیه که میان عموما اینطوریه. برای من دیدم که حاضر نیستن اینجوری کارا رو انجام بدن خودشون و خب دیگه سخت میشه شرایط. برای اینجور افراد اینجا خیلی مناسب نیست و بیشتر توصیه میشه این افراد مثلا به کشور اروپایی مهاجرت بکنن، کشوری که عضو حوزه اتحادیه اروپا هستن. ولی خب ترکیه، حالا ترکیه هم ممکن در سالهای آینده به اتحادیه اروپا بپیونده، صحبتش هم هست، ولی فعلا که اینجوری نشده. اما خب کلا ترکیه سرمایه پذیر هست به جای اینکه مهاجر پذیر باشه. در کل بخوام این مسئله رو بگم. خب تا اینجا ما قسمت قبلی که حتما تماشا کنید اتفاقات و تجربیات سخت و بعدی که برای خودمون افتاد و گفتیم. تو این قسمت هم راجع به اتفاقات خوب و مثبتی که افتاد و هستش برای ایرانی‌ها، برای کسای خوب و برای کسای خوب نیست گفتیم. قسمت بعدی می‌خوایم نتیجه گیری کلی کنیم و در نهایت بگیم به نظر ما این سال‌هایی که اینجا بودیم به درد می‌خورد یا نمی‌خورد. قسمت بعدی رو حتما ببینید. ممنون میشم و اینکه ممنون میشم تو بگو سابسکرایب کنید. همون جوری که قبلا هم گفتم، لایک، کامنت، سابسکرایب بکن دیگه، بکنده بره.